السلام علیکم داملای محترم. از شما خواهش دارم که همین سوالی مرا جوابش را گردانید که در ماه شریف رمضان خوردن تخم درست است یا نه. ایرا دائم سوال میکنند. البته درست است. در ماه رمضان خوردن تخم یگان ضرر زیانی ندارد، مگر عزیزان ما و شما را همین دلیلی نادرست گفتنش هم همین بود است که اینکه از بس که خیلی قوتناکی تخم که بلند است و آدم را روزی دراز گرسنه نمیماند و انسان مشقت روزه را که کشیده نمیتواند، از این خاطر گفتن خوردن تخم نادرست است. یعنی رمضان باید که مشقت داشته باشد، رمضان باید گرسنگی داشته باشد، انسان نفسش باید به سوی طعام و به سوی آب چکار کند؟ میل داشته باشد و از ترس خدا به سوی طعام و شراب که نزدیک نمی شود. این بهترین روزه هست. لیکن وقتی انسان تخم میخورد از قسم سحر، دیگر تا بیگاه وی گرسنه نمی ماند، وی حس هم نمی کند که روزدار هست یا نه. اگر شما تقوا کنین گویین که ما بلکه مثال دیگر طعام میخوریم تا که گرسنگی را حس کنیم، این کار شما هست. لیکن خوردن تخم در رمضان هیچ زلل زیانی ندارد. چند دانه ای که میخورین خوردن گیرین. فقط من در اول رمضان برای شما گفته بودم در خوردن و در افطار کردن بسیار احتیاط داشته باشین. هر گونه طعامهای سخت و خنک در این شکمهای خالی استفاده نکنید تا که با سبب بیماری شما نشود، با سبب یگان فلاکت در وجود شما نشود. در کشادن روزه هم بسیار سراسیمه باشین. رسول اکرم گفت از احب العباد الی اعجلهم فطرا، محبوب ترین بنده به سوی من آن کسی است که روزه را تیز می شکاید، معطل نمی کند که کی ستاره ها می براید، که اینها هیچ معنی ندارند. امروز 10 تا کم 6 کشانیدن روزه است. شما میتونین در 10 تا کم 6 اول روزتون را شکایین، بعد نمازتون خوانین. حتی شما اگر در خانه ها باشین، شرایط مسجد رفتن نداشته باشین، میتونین که یگان طعام سبک خورین که تا که شما دیگر در داخل نماز هم که باشین، یعنی به سوی طعام رغبت نداشته باشین. نمازتون با چین دل، با حضور دل خوانین. در کلاب ما و شما عادت نشده است، لیکن بیرون از این در دیگر جاها همون یک چینی در یک سیوخش میگویند، در همون طرف ها بگین مثل همین آشی بریده ما و شما واری، همون را یک تشه میخورند، میشکاین روزه ها شما، بعد خیسته نماز میخوانند. انا بهترین صورت شمین است که در حاضر ما و شما نماز میخوانیم، باور کنیم فقط و خیال ما به سوی کشادن روزه است. دیگر رغبتی در نماز نداریم، حضور دل در نماز نداریم، فقط همه حرکت همین است که تیزتر رفته روزه ما بشکاییم. برای بهترین صورت شمین است اول روزتان اشکاییم، بعد نمازتان خوانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکای حاجی مرزا، من از شما یک خواهش دارم که با این سوال من جواب گردانید. آیا موی تنه را بغیر از موی سر دیگر همه موی بدن را تراشیدن کاری بد است یا اینکه نیک؟ موی دست و پا بالای شکم. حاجی محترم، از شما خواهش دارم که با سوال من حتما جواب بگردانید که ضرور است، چون که مرا موی تنه بدن نمیخوارد. من موی تنه را بد میبینم. در مسئله ها از آن جمله فتوای محمودی هست، حضرت ها اجازت دادن که حتی اگر همین ابرو میبینید که دراز میشود و بالای چشم شما را فرا میگیرد، در چشم شما خلل میدهد، حتی همون مویهایی که به چشم شما ضرر میرساند همونها را به قیچی گرفتن جایز گفتند. همون مویهایی که ضرر میرسانند. اگر مویی که در بدن یعنی این برادر را آزار دهد و این برادر از این موی نافار باشد، یعنی وضعیتش خوب نباشد، تراشیدنش باکی ندارد. این مسئله را من در دوشنبه هم از یک عالم خیلی کلان هم صحبت شدم
این سوال را از او پرسان کردم و هم گفت که هیچ باکی ندارد گفتن. اگر مبادای همین پشم دست باشد، پشم شکم باشد، پشم پای باشد، اگر یگان ضرری برای همون انسان پیدا کند یا یک طبیعت ناخوب برای همون انسان پیدا کند، حق دارد که باید تراشد. السلام علیکم داملای عزیز، آیا جوابنامه در قبر لازم است یا نه؟ انا اینم از همان سوالهای کرخت و دیگر مسئله های هستند که امروز الحمدلله که امروز فکر میکنم جوابنامه از بین نابود شده است. شما یک تصور کنین پدرای عزیز، و هیچ کدام شما سخت نرسد همین مسئله که من به شما میرسانم حقیقت برده گویین، در هر جا گویین قبول می شود، لیکن افسوس که شما دیگر زیر ایره برده میرسانید. امروز باور کنین ما بدنام شدیم، لیکن الحمدلله بدنامی ما برای ما خوب است. در شهر آوازه است که گویا که ما زیارت مزار من کرده باشیم. حالا که من زیارت مزار من نکردم، من فقط شما را توصیه دادم که شما درست زیارت کنید، از روی دستورات اسلامی زیارت کنید. ما در شأن حضرت امیرجان سخنی نگفتیم، ما خاک پای حضرت امیرجان نمیشیم. حضرت امیرجان نفری بودند که خدمت‌های شایسته در اسلام کردگی هستند. اینقدر کتاب وی تصنیف کرد، اینقدر اشعار بسیار دارد، چگونه ما زبان ما کشاده می شود در حق ایشان یگان سخنی بدی میگوییم. این زبان می سوزد. با دوستان خدا ما هیچ وقت جنگ نداریم، جنجال نداریم، مقابلیت نشان نمیدهیم. شاعر میگوید دوستان خدا خدا نباشند، لکن زی خدا جدا نباشند. اونا از خدا جدا نیستند. ما قدرت پیدا نکردیم که امروز عزیزای خدا را سنگ زنیم، بلکه من بر شما گفتم که آن سنگهایی که در اطراف مزار است شما بوسه نکنید، این عمل حرام است. اگر از حساب این فتوام در روی دنیا که سیاه شوم، من در همین فتوای خودم ایستادگی هستم. من از این فتوا نمیگردم که بوسه کردن سنگ مزار، بوسه کردن قبر حرام است. آدم مشرک میشد، شرکی به خداست. حتی همون حضرت امیرجان هم از شما راضی نمی شود اگر شما سنگهای او را بوسه کنید، اگر آن غیشتهایی که اونها را بوسه کنید. شما روین آیت خوانین، در حقش دعا کنین و این منتظر احتیاج به دعای ما و شما دارد. لیکن از او درخواست نکنید که ای حضرت امیرجان به من فرزند نصیب کن، ای حضرت امیرجان برای من کشایش کار نصیب کن. اینها حرام هستند در اسلام، اینها را جایز نیست. ما و شما سوره فاتحه میخونیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ای پروردگارا با جز تو من در هیچ کس بنده نیستم. ایاک نعبد، فقط در تو را تعظیم میکنم، و ایاک نستعین، فقط از تو مدد طلب میکنم، از کسی دیگر مدد طلب نمیکنم. حتی از حبیب خدا فرزند طلب نمیکنم، فقط از تو طلب میکنم. این است دستورات اسلامی. شما فتوا را خوب گوش اندازین، کجای این غلط است. من گفتم آن سنگی که در پهلوی حضرت امیرجان است که بعضی از برادران ما دعوا دارند که وای گهواره او باشد، وای از آسمان آمده است. این من افسانه میگم، این دروغ است. وای گهواره ندارد. اگر گهواره می آمد برای محمد صلی الله علیه و سلم می آمد که وای بهترین موجودات و بهترین مخلوقات است. اینا اساس ندارند. دادرای عزیز، در این شما فریفته نشید. من در بین شما هستم نیستم، این عقیده اسلام است. با خدا قسم من در نزد خدا به این سخنهای گفتگیم جواب میگم. من برای شما گفتم مزار آب و آذوقه نبرین. برای چی خاطر گفتم؟ به خاطری که همسایه های شما گرسنه هستند، به خاطری که برادرهای شما گرسنه هستند. اونها را دیهن و اونها را وظیفه‌دار کنین که در حق حضرت امیرجان دعا کنند. حضرت امیرجان اگر قلمه میخورد، حضرت امیرجان اگر گوسفند میخورد، امروز نامی او به نیکی نمیماند. وای دنیا دوستدار نبود، وای دنیا را ترک کردگی بود.
آیا کجای همین نادرست است؟ مرحمت خیز است بین قوم. همون انسان هایی که سخن نادرست میبرند، خیز گفت سخن تو نادرست است، تو خودت نادرست هستی. جوابنامه در قبر در این بابت در صلات مسعودی میارد که در قبرها شما جوابنامه نویسین. لیکن برادرای عزیز، هر یک مسئله باید اساس دلیل داشته باشد. امروز زمانی نیست که به ضرب کلتک و به ضرب سیاست سخن تا گذرانی، بلکه امروز زمانی آمده است که دلیل در کار است، حجت در کار است. از این خاطر ما و شما در همون کاغذک می نویسیم: هنگام شب قبر چو هنگام بهار، دلتنگ مباشه در این کلبه تار. ما مهمان صاحب خانه کریم، هرگز نبود کریم مهمان آزار. در همون جوابنامه همین هم می نویسید. این چی فایده می بخشد بر همون میت شما؟ چی فایده می بخشد؟